قاعده 64 الفاظ صفات به شکل اسماء و صفات را بدانیم. الفاظ صفات به شکل اسماء و صفات. اما بخش اولش میخوایم که الفاظ صفات میخوانیم که به شکل چی آمده؟ اسماء و صفات آمده است. مثل چی؟ الرحمن، الرحیم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزیز، الجبار، المتکبر. این کلش نامهای الله هست که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان چی میگه؟ میگه ولله الاسماء الحسنى. الله نامهای نیک داره. سوره اعراف آیت 180. اسماء و صفات چرا یک کسی از شما پرسان میکنه میگه چرا نامهای الله را اسماء و صفات میگن؟ ما میگیم نامهای الله اسماء و صفات است چرا هر نام امو صفت هم داره. وقتی که نام الله هست الرحمن، الله صفت رحمت هم داره. التواب است یکی از نامهای الله، صفت چی رو داره؟ صفت پذیرش توبه را هم داره. اما نامهای انسانها اسماء و صفات نیستند. مثلا یک نفر رو ببینی نامش است زیبا، خودش از بدرنگ. یک کسی رو ببینی نامش از شجاع، خودش رو ببینی بسیار ترسو. اکثر نامها برعکس می باشه. یگانه که رو ببینی تخلصش جنتی، شیخ آیت الله فلانی خان جنتی و او به نظر ما تو درجه 1 دوزخی، اعمالش از دوزخی است. بعضی کسا رو ببینی متقی، کتش که بیشینی که از او که به تقوا هیچ نیست. از این خاطر کسایی که تخلصا و نامها را سر خود میمونن ضد قرآن عمل میکنن. چرا؟ الله میگه ولا تزکوا انفسکم، شما نفسایتان تزکیه نکنید. پس سرتان نامهایی را که خدا تزکیه میکنی بر مردم که من متقی هستم و من جنتی هستم و من فردوسی هستم و من فلانی هستم، ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. الله میفهمه که کی با تقوا هست. فهمیدی یعنی؟ پس از نامهای انسان ها اسماء و صفات نیست. نامهای الله چی است؟ اسماء و صفات است. چرا اسماء و صفات است؟ به خاطر که هر نام الله همون صفت هم دارن. حکم اسماء و صفات چی هست؟ حکم اسماء و صفات توقیف است. حکم اسماء و صفات چی است؟ حکم اسماء و صفات توقیف است. توقیف چی مانا؟ توقیف اینه میگه که با نص قرآن یا سنت تعیین شده و کسی حق زیادت، نقصان و اجتهاد دو نداره. اسماء و صفات با نص قرآن و سنت تعیین شده. مثلا الله بر ما نامهای خدا بیان کرده، صفات خدا بیان کرده. فهمیدی یعنی؟ و کسی در این حق نداره که چی کنه؟ نه زیادت کرده میتونی نه نقصان. این حال کسی که عقیده را نمیفهمه در این نامهای الله. پس نامهای الله که از حکمش چی است؟ توقیف است. توقیفی را علما چه قسم تعریف میکنن؟ میگه توقیفی آن است که در نصوص کتاب الله و سنت رسول الله ثابت شده باشه در او کسی حق زیادت و نقصان نداره. مثلا در اسلام عبادت ها توقیفی است. چی معنی عبادت ها توقیفی است؟ آنچه که در قرآن و سنت آمد این چی است؟ عبادت است. اگر در قرآن و سنت عبادت اصل نداشت او چی است؟ بدعت است. هر عبادتی که اصل در قرآن و سنت داشت این عبادت است. و اگر کسی به نام عبادت کرد و اصل در قرآن و سنت نداشت این چی است؟ این بدعت است. پس نامهای الله چی است؟ توقیفی هست. یعنی ما باید از کتاب الله و سنت رسول الله بگیریم و در او حق زیادت و نقصان و اجتهاد نداریم. کسایی که نمیفهم باز نام را میکشه که عاشق است و معشوق است، خمار است و بعضی اصطلاحات العیاذ بالله به الله استعمال میکنن که چیز. و الله میگه و ذر الذین یلحدون فی اسمائه،
کسایی که باز زیادت و نقصان میکنن در نام های الله، ایره الحاد میگن. میخوانیم ان